که کریستینا چند روز پیش گفت خیلی به نظرم جالب بود مصاحبهش و برای همینم خواستم لایو بیام و براتون بخونم. قبلش هم یه چیزی بگم برای دوستانی که میگن حرفای کریستینا که همش تکراریه، خودمون اینا رو میدونیم. ببینید اگر شما واقعا آگاهیتون انقدر زیاد می بود که همه اینا رو خودتون میدونید، عمرن همچین کامنتاری نمی نوشتید. من خیلی موقع‌ها یه چیزایی توی اینستاگرام میبینم، یه چیزایی پستایی رو میبینم که میدونم خب طرف داره یه چیزی میگه و من خب اینو میدونم، قبلا شنیده بودم، شاید سالها پیش یاد گرفتم، ولی بازم گوش میکنم شاید مثلا توش یا یه چیزی باشه که من اینو هنوز ندونم. آدم همیشه برای یادگیری چیزهای جدید باز باشه. افرادی که میگن خودم میدونم دقیقاً اشخاصی هستن که هیچ وقت هیچی یاد نمیگیرن، چون فکر میکنن خودشون عقل کل هستن و این بسیار اشتباهه. و کسی که انقدر آگاهی داره عمرن نمیاد یه همچین کامنتاری بنویسه. من هیچ وقت نمیام زیر یه چیزی بنویسم خودم میدونم. اصلا موضوعی که اصلا فکرم نمیرسه که همچین چیزی بنویسم. نه، تازه تشکر میکنم، میگم چه خوب یه کس دیگه هم یه چیزی میدونه که به اشتراک گذاشته و اینا. ولی واقعا نکنید این کار. بعد قضاوت نکنید این چرا این شکلیه، چرا گوشاش اینجوریه. بابا حرفاشو گوش کنید. یعنی کسانی که واقعا هنوز تو خط اینن که طرف از روی ظاهرش قضاوت کنن، هنوز خیلی باید چیز یاد بگیرن. خب هر کس یه شکل نیست. یکی بچه سلیقه ها فرق بکنن. ممکنه یکی به من بگه تو خوشگلی، یکی به منو ببینه میگه چقدر تو زشتی. خب برای اینکه زاویه دید مردم فرق میکنه، ولی اصلا مهم نیست. مهم اون چیزی که طرف داره بازگو میکنه. حالا طرف با غم بازگو میکنه، با جدیت بازگو میکنه، نمیدونم، این که اصلا مطرح نیست. من خودم یادم قبلا خیلی جدی بودم. قبلا که میگم یعنی بچه که بودم، خیلی موقع مثلا ممکن یکی یه کاری بکنه همه بزنن زیر خنده، من فقط نگاهشو میکردم. یادمه که بعدن که بزرگتر شدم خیلی بهم میگفتن تو چرا خودتو میگیری. اصلا مسئله این نبود که خودمو میگیرم، مدلم این بود. سر هر چیزی نمیخندم. انقدر بهم گفتن تو چرا جدی هستی که شروع کردم یه ذره گفتم خب شاید باید مثلا یه ذره اجتماعی تر بشم. گفتم تو اصلا اجتماعی نیستی، تو اصلا مثل بقیه نمیگی بخندی. خب برای اینکه خیلی مسائلی که بقیه به نظرشون خنده‌دار بود برای من اصلا خنده‌دار نبود و دلیلی هم نمیدیدم که الکی بخندم. بعد که یه ذره سن که میره بالا آدم خب یه ذره تغییر میکنه. ولی کن جدی بودن دلیل بر افسرده بودن نیست. ممکنه یه نفر خیلی تو خودش باشه، یه چیز خیلی طبیعیه. خلاصه کسی که برام گفت بد سیرتی کسی که به هم گفت بد سیرت اوست و انعکاس اونه. بله دقیقا منم دقیقا همینو نوشتم برای یکی از دوستان که در مورد کریستینا نوشت که این جنت همچین چیزی نوشت. براش نوشتم شما دارین در صورت اون باطن خودتون رو میبینید و واقعا همینم هست. ایرادی هم ازش نمیگیرم. اون خب من که مدلش اینه، این هنوز به اون مرحله نرسیده که یعنی هنوز خیلی مونده برسه. کسی که همچین کامنتاری مینویسه خیلی حالا باید هنوز چیزی یاد بگیره، ولی بالاخره یه موقعی به اون مرحله میرسیم. بله دوستان، خب آماده هستید شروع کنم که تکنولوژی فرازمینی ها و آنچه از ما پنهان کردن. شروع میکنم. سوال: داستان این که دولت‌های مختلف به دنبال محل دیگری برای زیستن میگردن چیه؟ جاهایی مانند مثلا مریخ. آیا فکر میکنن زمین در آینده دیگه جای زیستن نیست که این همه دارن دنبال سیاراتی شبیه زمین میگردن؟ به نظر میرسه دولت‌ها در این راه دارن اصلا با هم مسابقه میذارن. نظر تو در این مورد چیه؟ پاسخ: از نظر من تمام چیزهایی که به ما در مورد سفرهای فضایی میگن دروغی بیش نیست و نمیتونیم جدی بگیریم.
اینا رو درون یک استودیوی تلویزیونی ضبط میکنن و به مردم ارائه میدن. از نظر من آنچه به مردم میگن اصلا حقیقت نداره. سوال: از نظر تو چی دارن از ما پنهان میکنن؟ پاسخ: تکنولوژی در واقع خیلی در اختیار دارن، خیلی پیشرفته و از ما دارن پنهان میکنن. ما داریم اینجا تو عصر حجر زندگی میکنیم. دلیلش این هست که میخوان انسانها رو تحت کنترل و وابسته نگه دارن. چیزهایی که به مردم ارائه میدن یک نوع انحراف منحرف سازی هست، یعنی میخوان اذهانشون رو منحرف کنن. میخوان مردم فکر کنن ما در حال پیشرفت هستیم و تحقیقات دارن صورت میگیرن، اما در اصل پیشرفت خیلی بیش از اونی هست که فکرشو میکنید. مجری میگه من در اینجا یه سوالی برام پیش میاد. تو میگی ما اینجا انگار داریم در عصر حجر زندگی میکنیم. این برای خیلی‌ها حتما عجیب خواهد بود، چون به ظاهر در چند سال گذشته ما پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتیم. پاسخ: خب باشه، پس بگیم در قرون وسطا قرار داریم. اینجا مجری کلی میخنده و بعد کریستینا اضافه میکنه من با چیزهایی که در اصل در اختیار دارم اینو مقایسه میکنم و میگم در عصر حجر به همین دلیل هستیم، چون که اگه واقعا مقایسه کنم با اون تکنولوژی هایی که در واقع داریم، واقعا حالت عصر حجر یا حالا قرون وسطا هست. و دلیلش این نیست که در اختیارمون نگذاشته باشد، بلکه فقط تعداد محدودی از این پیشرفت ها دارن استفاده میکنن و از همون برنامه‌ها و این همون برنامه‌های سری دولت ها هست. سوال: این برنامه‌های فضایی مخفی داستانش چیه؟ پاسخ: خب یکیش همون تحقیقات و تکنولوژی‌های جدیدی هست که در اختیار دارن ولی رو نمی‌کنن و فقط خودشون دارن استفاده می‌کنن، و دیگری تبادل با فرازمینی‌ها و درون زمینی‌ها. سران دولت‌ها کاملاً به این موضوع آگاه هستند که موجودات زنده فقط شامل انسان و حیوان نیست. مدت‌ها هست که این آگاهی رو دارد، به همین دلیل نمیشه آنچه را که به ما میگن و نشون میدن جدی گرفت، چون پشت پرده همه چیز طور دیگری هست. مجری میگه شنیدم سورپرایز های زیادی در پیش داریم اگر حقایق برملا بشن. بله همینطوره. البته هر کس میتونه در این مورد تحقیق کنه. سایت های خاصی هستن که اطلاع رسانی میکنن و ممکنه تعدادی از افراد که این چیزها رو در اختیار میذارن رو دیوانه خطاب کنند و تعدادی هم بگن طرفدار دروغ پخش میکنه و یکی از دلایلش این هست که این اطلاعات باورهای مردم رو مورد سوال قرار میده و تمام تصاویری که طرف یک عمر داشت رو به هم میریزه و این سبب میشه خیلیا نخوان سری چیزها رو باور کنن. افرادی که برای این گونه مسائل باز هستند، مثل ماها که داریم اینا رو گوش میکنیم، بهتر میتونن این اطلاعات رو هضم کنن. این رو هم بگم که بعضی از بشقاب پرنده هایی که دیده میشن فقط مال فرازمینی ها نیستند، بلکه بعضی از دولت ها هم توانایی ساختن بشقاب پرنده دارن. این خیلی بر من جدید بود، اینو من واقعا نمیدونستم. سوال: گفته میشه قرار هست یک ماشین جدید بیاد توی بازار که با انرژی کوانتومی کار میکنه، یعنی انرژی آزاد. تو در این مورد چی میدونی؟ پاسخ: خب من در مورد موتورها کلا زیاد آشنایی ندارم، اما اگه قرار هست اینا رو بیارن داخل بازار، موجودات نورانی خیلی باید در این مورد تاثیرگذار باشد، چون در این صورت ما مستقل میشیم و سیستمی که ما الان درون اون داریم زندگی میکنیم با این قضیه کاملا مخالف است. در غیر این صورت مدت‌ها پیش همه به انرژی آزاد دسترسی پیدا می‌کردیم. این اختراعات خیلی وقته که وجود دارند. برای دستیابی به تکنولوژی جدید و انرژی آزاد کل سیستم باید روی زمین تغییر کنه. اینجوری که الان هست این چیزها رو در اختیار ما نمیذارن.
تنها کاری که میتونیم انجام بدیم پخش کردن اطلاعات و همبستگی هست. من از شخصی در سوئیس شنیدم که یک موتور خاصی رو اختراع کرده بود و سپس اونو به مرگ تهدید کردند و گفتن اگه به کارت ادامه بدی میکشیمت. ما از سیستم کمکی دریافت نمی کنیم. سوال: خب حالا افرادی که اینا رو دارن گوش میدن لابد از خودشون سوال میکنن من نوعی چه کاری از دستم برمیاد اگه به فرض آدمی نباشم که اهل رفتن به تظاهرات علیه سیستم باشه؟ پاسخ: ما میتونیم شبکه‌ای تشکیل بدیم و با هم تبادل داشته باشیم و هر کس میتونه کار خاصی انجام بده که مناسب شرایط زندگیش باشه. در هر صورت هر کس وظیفه خاص خودش رو داره. دیگه اینکه باید آگاه تر بشیم و با راهنمای درونی خودمون تماس حاصل کنیم. با این کار از دستکاری ذهنی که روی ما انجام دادن رها میشیم. این هم از مصاحبه کریستینا. خیلی به نظرم مصاحبه جالبی بود. نظر شما حالا چیه؟ دوست داشتید مصاحبهشو؟ چی ازش فهمیدید؟ ببینم این چون ایست کرده این چیزه، بیارم پایین ببینم. خب بچه خوب بود؟ دوباره راه افتاد. اوکی. اینکه دولت ها بشقاب پرنده دارن که به فضا میرن خیلی برام جالب بود. من اینو واقعا تا حالا نشنیده بودم. نمیدونستم که روی زمین هم این تکنولوژی وجود داره. خب ما خیلی چیزا نمیدونیم. خیلی 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 قطع شد. من در هر صورت سیف میکنم و اگه یهو نشه سیف نشه و مسئله پیش بیاد نگران نباشید، یک دور دیگه میخونم و براتون پست میکنم. من هر طور شده اطلاعات رو سعی میکنم پخش کنم. فکر میکنم وظیفمه. بله دوستان عزیز، نظرتون در مورد بچه دار شدن چی هست در این عصر؟ خب بچه دار شدن الان دو صورت داره. از طرفی آدم فکر میکنه الان ما در زمانه بسیار خطرناکی داریم زندگی میکنیم، ولی از طرفی بچه هایی که الان به دنیا میان تمامشون بچه های آگاه هستن، کریستالی هستن و میتونن به ساختن زمین جدید کمک کنن. ولی این به هر حال یه چیزی که هر کس باید برای خودش تصمیم بگیره. از سن من که دیگه گذشته، هیچی دیگه تو این دنیا پشت پرده نمیمونه. بله به خاطر اینکه خب حالا درسته که این پیج های اینترنت، تیک تاک و اینجور چیزا اینا خیلی یه چیزای منفی داره، اما چیزای خوبی هم داره. چون منی که الان اینجا نشستم میتونم با صدها نفر صحبت کنم و صحبتامو بهتون برسونم. کریستینا تونسته مطالبشو پخش کنه. اگر اینترنت و این چیزا وجود نداشت خب اینا پخش نمیشد. آیا از به قبر مرده رفتن و خیرات کردن یه مرده میرسه؟ من اصلا عقیده ندارم که نیاز هست به سر قبر رفتن. شما اگه میخواید دعا کنید برای اون فرد از دست رفته، میتونید تو خونه هم این کارو بکنید. مهم اینه که براش عشق و شفا برای روحش بفرستید. حالا این کار میتونید سر قبرش بکنید، میتونید جای بکنید، چون قبر اون توش چیه؟ فقط اون کالبد فیزیکی اون اونجاست، خودش که دیگه اونجا نیست. آیا به جادو اعتقاد داریم؟ ببینید جادو یعنی انرژی منفی. بله وجود داره. یعنی اگه یک کسی انقدر انرژی منفی جذب کنه میتونه اون رو پخش کنه، ولی کن فقط میتونه برای کسی اینو بفرسته طرف خودش برای این انرژی منفی باز باشه. هست یه چیزهایی 100%. گربم هم داره اینجا چنگ میزنه. خب در مورد این چیزی که الان براتون خوندم نظرتون چیه؟ چرا سیستم کریستینا رو نابود نمیکنه؟ کریستینا هر موقع میره یه جایی میشینه صحبت میکنه، یه کسی دیگه هم هست که اونجا اون میدان رو براش نگه میداره، یعنی اون میدان انرژیشو براش نگه میداره. و مطمئن باشید که کریستینا یک سری محافظ داره که
برای چشم من و شما قابل دیدن نیست. ازش محافظت میشه. فرستادنش اینجا که این چیزا رو به ما بگه، پس بنابراین ازش مواظبت هم میکنن. کاش راهی بود برای رها شدن از این همه دغدغه. ببینید، افکاری که شما امروز دارید 90%ش دیروزم داشتید، پریروزم داشتید، 6 ماه پیشم داشتید، 1 سال پیشم داشتید. و وقتی که شما دائم در مورد همون مسائل و مشکلاتتون فکر کنید، با همون اشخاص همیشه دوباره صحبت کنید راجع به همون چیزهای همیشگی، خب اینجوری این دغدغه ها میمونه. شما باید بیایید بیرون، شما باید افکارتون رو تغییر بدید تا دنیای شما، زندگی شما تغییر کنه. اینجا واقعا آموزه های دکتر جو دیسپنزا خیلی کمک میکنن. لطفا در مورد کریستینا بیشتر توضیح میدین. ببینید، من یه دونه ویدیو توی کانال یوتیوبم گذاشتم به نام معرفی کریستینا فون راین. لطفا اون رو نگاه کنید. کاش که فارسی زبان ها هم گروه آگاهی قدرتمندی داشتن. خب ببین، ما هستیم دیگه، ما همین الان، شما که اینجا هستید، کسانی که الان اینجا دارن توی پیج کامنت میذارن، شما میتونید مثلا یه نفر یه چیزی مینویسه که به نظرتون جالب باشه، برای اون یه چیزی بنویسید و اینطوری شبکه تشکیل میشه دیگه. ماندانا جان، آرزو میکردم کاش که کارهای حضوری برای ایرانیای ساکن آلمان در باب پاکسازی انرژی، خودشناسی و خرد و آگاهی ارائه میکردیم برای رسیدن به آگاهی فردی و جمعی. راجبش فکر کرده بودم، ولی این کار واقعا، ببین، اگه قرار باشه آدم با همدیگه باشه این خیلی سخته، چون هر کس یه جای دیگه زندگی میکنه و توی آلمان هیلرهای خیلی زیادی هست، افراد زیادی هست. شما که زبان آلمانی رو میدونید میتونید از خیلی اشخاص کمک بگیرید. من میخواستم یه مدت این کار بکنم، ولی بعد به این نتیجه رسیدم که افرادی که توی ایران هستن به خیلی چیزها دسترسی ندارن، برای همین میشینم اینا رو ترجمه میکنم. والا باور کنید من میتونستم اینجا کلی پول در بیارم. یعنی کسانی هستن که کار منو انجام میدن و برای 50 دقیقه حرف زدن با یه نفر 180 یورو پول میگیرن. من این کارو نمیکنم، میتونستم بکنم، تو فکرش هم بودم یه مدتی، ولی بعد یه چیز بهم گفت نه، تو اصلا لیازی نداری همچین کاری بکنی، تو کارت اینه فعلا. حالا ممکنه یه موقعی تغییر بکنه این موضوع. ما توی صحبت های کریستینا چیزی در مورد هست که فرازمینی ها از ما تغذیه میکنن یا نه؟ نه، ما همچین چیزی رو نشنم. ببینید هستن. چرا یه موقع تغذیه یعنی چه؟ یعنی انرژی میگیرن، ولی چون فرازمینی ها مثل انسان ها تعدادشون مثبت هستن، تعدادشون منفی هستن، ولی همون منفی هم در صورتی میتونه از شما استفاده بکنه که شما براش غذا باشین، یعنی بتونن از شما تغذیه بکنن با افکار منفی، با احساساتی مثل ترس. بعد اونا میتونن بله از شما انرژی بگیرن. حتما هستن از اینا. باشه چشم، حتما سیو میکنم. این داستان تغذیه فقط هم شامل فرازمینی ها نیست، شامل انسان ها هم هست. ما آدم ها هم هستن که از شما تغذیه میکنن، از شما انرژی میگیرن. وقتی که یه نفر دائم، وقتی که شما باش صحبت میکنید میبینید که دائم داره ناله میکنه و فقط از مشکلاتش میگه، خب شما میشین معذرت میخوام مثل سطل اون. نباید آدم اجازه بده که یه نفر، بله نمیگم آدم هیچ وقت گوش نکنه صحبت یه نفر که یه مشکلی داره، ولی اگه میبینید یه نفر فقط داره منفی حرف میزنه استاپش کنید دیگه. چطوری کنترل ذهن رو به دست بگیریم؟ ببینید، کنترل ذهن رو شما زمانی به دست میگیرید که این همه قلب گذاشتین که حواسم به این کامنت شما بره. اینم یه مدلیه دیگه. بتونید تو سکوت برید، بتونید برید داخل لحظه. این تمرین رو شبا انجام بدید وقتی میخواید بخوابید، ولی بشینید. اگه دراز بکشید خوابتون میبره. یعنی مثلا 10 دقیقه بشینید، بعد دیگه میتونید ادامهش رو در حالت خوابیده انجام بدید. بشینید، چند تا نفس عمیق بکشید، چشماتون رو ببندید و بعد چی میبینید؟ فقط سیاهی میبینید. برید درون این سیاهی. سیاهی نه به معنی چیز بدا، میرید درون
هیچ، درون یک فضای خالی. و بعد وقتی که یه فکری اومد به سمتتون، با نفس اون فکر رو بیرون کنید. وقتی که یه مدتی این کار رو میکنید، بعد یه حالت آرامش درونی بهتون دست میده. بعد حتی میتونید وقتی که یه مدتی، یه هفته 10 روز اینو تمرین کردید، بعد میتونید آینده دیگری برای خودتون بسازید. چون الان به قول دکتر دیسپنزا میگه که آینده هایی که ما برای خودمون پیش بینی میکنیم همشون آینده های پیش بینی شده هستن. یعنی میگیم خب این کار میکنم، ولی چرا باید ما یه آینده برای پیش بینی شده برای خودمون داشته باشیم؟ بذارید یه چیز کاملا جدیدی بیاد به سراغمون. اگر راضی نیستیم از زندگی که الان داریم، اگر راضی هستیم که خب میتونه همینطوری هم بمونه. ولی هر کس در هر صورت بعدش نمیاد یه تغییرات مثبتی تو زندگیش داشته باشه. ولی وقتی که ما میریم توی خلوت، توی سکوت، اون موقع میتونیم، یعنی خودمون رو جدا میکنیم از این مسائل روزمره. اینا همش تمرینه، این همش سکوت ذهنه. کسی هم که میگه من اصلا نمیتونم مراقبه کنم، قدم بزنید، برید بیرون، قدم بزنید. ولی در حالی که قدم میزنید لطفا 1000 تا چیز فکر نکنید، مشاهده کنید، بیرون درخت‌ها رو مشاهده کنید، راجع به مسائل خودتون فکر نکنید. ما باید واقعا داخل خودمون رو جارو برقی بکشیم. و بعضی مسائل هستن که ما نمیتونیم تغییرشون بدیم. خب وقتی نمیتونید تغییرشون بدید، هی راجبشون فکر نکنید. اینه که هست، همین است که هست. ولی وقتی که بتونیم خودمون رو خالی کنیم، جارو برقیه رو بکشیم، همون چیزی که فکر میکردیم نمیتونیم تغییر کنیم، یا میبینیم کوچولو ذره ذره داره تغییر میکنه. ما خودمون هی ما یه کاری میکنیم که میدونیم برای این افکار اضافه همه میدونیم برامون خوب نیستن. مثل خوردن مثلا یه دونه نون خامه‌ای. ما وقتی نون خامه‌ای رو نگاه میکنیم عجب چیز خوشمزه‌ای، ولی من اینو بخورم اولا کلی کالری داره، پر شکر، پر چه میدونم چربیه، من اینو بخورم نه برای دندونام خوبه نه برای پوستم خوبه، شکرم که کلا چیز خیلی افتضاحیه، البته نه بس بخورمش. این افکار ما همینجوریه. ما میدونیم که نباید انقدر این افکار تکراری رو داشته باشیم. سعی کنید از طریق نفس کشیدن افکار رو بکنید از ذهنتون بیرون. هر وقت یه چیزی اومد توی مغزتون که باز دوباره اذیتتون میکنه، نفس عمیق بکشید. نفستون رو میتونید اصلا بکشید بالا، چند لحظه نگه دارید و بعد بزنینش بیرون. شما مشاوره میدیم؟ یه موقعی میدادم، فعلا در حال حاضر نمیدم. نه، عرفان حلقه لینک انرژی ایجاد کردنه، انرژیتون میبرن. من با عرفان حلقه آشنایی ندارم، زیاد تا حالا شنیدم ولی آشنایی ندارم. فقط تعدادی هی برام می نوشتن که تو هم بیا، عضو شو، تو هم بیا، ولی علاقه نه. حسم میگفت نکن. نمیگم خوبه نمیگم بده، حس من میگفت نکن، یا شاید احتیاج ندارم. کریستینا وگان هست، بله. تنفس کلید رهایی، بله درسته. اصلا اینقدر تنفس مهمه. یه مردی هست که اسمشو در خاطرم نیست، اون مثلا میره تو جایی که منهای 20 درجه است، لخت میشینه، سردش هم نمیشه، اینکه اینقدر کنترل روی جسمش داره. من میخواستم یه ذره یاد بگیرم چون من خیلی سرمایی هستم، ولی من نتونستم اصلا نتونستم این کارو بکنم. ماندانا جان، کسی که میدونم دوستم داره، منم دوستش دارم. کجا رفتی؟ منم دوستش دارم. چطوری با انرژی جذبش کنم؟ خب اگه شما رو دوست داره دیگه شما نیازی نیست که جذبش کنید. ببینید هیچ وقت سعی نکنید یه کسی رو جذب کنید. اون کسی که شما رو دوست داره خود به خود میاد سراغتون. یا منظورت اینه کسی رو ندارید ولی میخواد یه کسی رو جذب کنید، خب اونو میتونید توسط توی مدیتیشن، توی همین که برید توی چشماتون رو میبندید، برید توی اتاق خلوت، توی تاریکی و بعد حس عاشق شدن رو حس کنید تا این اتفاق براتون بیفته. واقعا کریستال های انرژی دارن برای شفا؟ بله، به خاطر اینکه سنگ ها هم زنده هستن و هر چیز زنده ای انرژی پخش میکنه. البته بعضی از سنگ ها هم ممکنه جالب نباشه انرژیشون، نمیدونم. بهترین کار اینه که وقتی که یه سنگ رو میگیرین تو دستتون حس کنید آیا حس خوبی بهتون میده یا حس خوبی بهتون نمیده.
بله دوستان عزیز، دیگه نظرتون راجع به ریکی چی هست؟ من ریکی کار نیستم، البته تا حالا چند بار انرژی فرستادم، یعنی کسی که ازم خواستن این کار کردم، اوکیه، یاد گرفتم من، ولی کار روش نکردم. ولی همه اینا خوبه. فقط دقت کنید که قبل از هر چیزی به شفای قلبتون، به توانایی رفتن داخل چاکرای قلبتون، اول اونو هر کس باید یاد بگیره، چون یه قلبی که خودش شفا یافته هست بهتر میتونه انرژی بفرسته. نه اینکه یه کسی که این کارو میکنه باید تمام انسدادهای خودش برطرف شده باشه، چون کمتر کسی هست. خود منم کلی انسداد دارم، ولی با این وجود میتونم به خیلی ها کمک کنم. یا ریکی کار هم میتونه. ولی یه چیزی که هست اینه که بعضی از بیماری ها باید باشن، چون طرف به دلیلی این بیماری رو انتخاب کرده. و اگه یک ریکی کار یا یک کسی یه شفایی برای یه نفر میفرسته که در اصل نباید بفرسته، ممکنه برای خود ریکی کار یا درد سر بشه. ممکنه ها، نباید. هیچ چیزی همیشه نیست، همیشه کیس های مختلف وجود داره و خیلی مهمه کسی که انرژی برای یک کسی میفرسته بعد از اینکه این کار کرده، چون خب انرژی میره و میاد دیگه، ممکن انرژی طرف رو بعد دریافت میکنه، حتما بعدش کف دستشو کف پاشو بره بذاره روی زمین که اون انرژی رو که دریافت کرده از کسی دیگه دوباره بره ازش بیرون. چون ولی آدم اگه دائم این کارو بکنه ولی خودشو تخلیه نکنه، بعد یا خودش آدم ممکنه مشکل پیدا کنه. تغییرات برای شاهد و در لحظه حال خواهدون من بود چی؟ خیرات به مرده میرسه. من میگم اگه کسی پول اضافه داره بدید به یه کسی که به یه سازمانی که مثلا مال سالمندان هست، مال حیوانات هست، مال بچه های بی پناه هست، و بعد بگید که یعنی من از روی عشق و قلب دارم این کار رو انجام میدم و با این کار میخوام چه میدونم، یعنی به فکر اون شخصی که رفته این کار رو بکنید، یعنی خودتون عشقتون رو به قلب اون کس، به روح اون شخص وصل کنید و این خیرات رو انجام بدید. همیشه خیرات خوبه. جارو برقی شامل فرزند نااهلم میشه. پسر منم اصلا حرفای منو قبول نداره. پسر منم میدونید بعضیاتون رپر، آهنگاش یک متنایی داره که مزاخت میگم اوه مای گاد، ولی خب من راهش کردم. من میگم تو باید زندگی خودتو بکنی. تو اگه این مسئله‌ای باشه همیشه من هستم، همیشه میتونی با من حرف بزنی. یه وقتایی هم میاد حرف میزنه ولی راجع به این چیزای آگاهی کاملا در حال حاضر گوشش بسته است، ولی به موقع میاد. من مطمئنم شاید یه سال دیگه، شاید تازه 5 سال دیگه، شاید 10 سال دیگه، ولی هر کس باید راه خودشو بره. ما نمیتونیم به زور حتی روی فرزندمون تاثیر بذاریم. از وقتا سخته، آدم قلبش درد میگیره، ولی میگم دیگه همینه دیگه. من دیگه رها کردم این مسئله رو. خیلی هم روش کار کردم تا تونستم این مسئله رو واقعا رها کنم. من آیا تراپیستا یعنی چی؟ تراپیستا یعنی دارن کار اشتباهی میکنن که با چیزهای منفی میشینن از مراجعشون. نه ببینید، گفتم بهتون کیس ها مختلفن. یعنی اون کسی که مثلا یه نفر الان میاد پیش من میشینه، من باش راجع به مشکلش صحبت میکنم، درست در اون موقع من یه لینک با این درست میکنم، درسته؟ من سعی میکنم کمکش کنم حتی اگر کارماش این باشه که الان این مشکل رو درست کنه، ولی من بهش میگم اینو. بعد میگم خب پس تو برای اینکه این کارماتو صاف کنی باید اول خودتو ببخشی، بعد میتونی شروع کنی رو کار کردن با اون. و این نیستش که هر کی به یه نفر کمک کنه یه مسئله براش پیش میاد، ولی همیشه بعدش آدم باید خودشو پاکسازی کنه، قطع لینک کنه. چون مثلا این تراپیستا که مثلا ببینید چرا همه نه، ولی خب من فکر کنم شاید 90% روانشناسا و روانپزشکا خودشون میگن این پیچاشون شله. چرا این؟ چون رفتاراشون عجیبه. چرا؟ چون که اینا فقط چون چیزی که تو کتابو خوندن کار میکنن.
تو که اونا چیزهای انرژیکی رو که نمیدونن، اونا فقط اون چیزی که از نظر پزشکی و علمی و اینا یاد گرفتن انجام میدن و نمیبینن که در طول روز که مثلا 5 تا 6 تا مراجعه کننده که میاد میشینه توی مطب اینا، چه حجمی از انواع انرژی با خودشون میارن، ولی این انرژی ها تو اون فضا هست و این شخص هر روز میره اونجا میشینه و تمام، خب معلومه اینا یه ذره بعد از یه مدتی حالا بگم خون میشن، آره دیگه، عجیب غریب میشن اینجوری بگیم. چرا؟ چون اینا نمیرن که بعدش توی جنگل دستشون رو به درخت بزنن، رو زمین بزنن، انرژی تخلیه انرژی انجام بدن. نه، این انرژی همینجور همراهشون هست روز به روز. بعد انواع و اقسام چیزهای مختلف اینه که خب عجیب غریب میشن دیگه. بله، دم و بازدم. بله، من میرم کلاس بعد حالم بد میشه. خب یه چیزی هم هست، انرژی انسان ها هم باید به هم بخوره، چون هر کسی یک کدی داره. بعضی وقتا کدها به هم دیگه نمیخورن. وقتی که شما میبینید مثل دوستی ها دیگه، یه وقت ممکنه آدم یه نفر رو میبینه وای چه لذت بخش نشست و برخاست با این، چقدر آدم میخنده. دیروزم یه استوری براتون گذاشتم که دقت کنید که با چه اشخاصی دوستی میکنید. یه وقتی هم ممکنه شما هر دفعه با یه عده میرید بیرون یا با یه نفر خاص، بعدش که میخونید وای چقدر خستم. خب چه یعنی انرژی شما رو میخوره. طرف مخصوصا هم این کارو نمیکنه ها، ولی حس خوبی بهتون نمیده. خب چه اصراری، بابا بیشین خونه ول کن. نیازی نیست آدم معاشرت زیاد داشته باشه. خب کریستینا برای من تأییدی بر آگاهی های درونی من هست. خیلی برام عالیه، خیلی هم خوب. خب بچه ها، من الان 16 ساعت غذا نخورد چون من همیشه با چیز معذرت میخوام، من اینتروال غذا میخورم، یعنی 8 ساعت میخورم، 16 ساعت نمیخورم. البته تو اون 16 ساعت آب میخورم ولی دیگه شکمم داره قار و قور میکنه. فقط یه چیزی میخواستم بهتون بگم، بیداری یعنی چی؟ میخوام یه چند لحظه راجبش فقط فکر کنید. معنی بیداری یعنی چی؟ بیداری یعنی تبدیل شدن به آگاهی. اوکی؟ و آگاهی هم درجات مختلفی داره. یه نفر ممکنه که خیلی از من آگاه تره، یکی آگاهش از من کم تره، ولی راه بیداری اون راهیه که ما تبدیل میشیم به آگاهی. و اون موقع، چون میگن آدم خیلی باید رو اگوهاش کار کنه، درسته، ولی تا یه اندازه‌ای باید رو اگوهامون کار کنیم، چون اون موقع اگوها مثل تبدیل میشن به یک شمع که الان مثلا من الان اینجا تو این اتاقی که خیلی روشن و نورانیه، وقتی من الان اینجا یه شمع روشن کنم، اون شمع خیلی به نظر نمیاد. اون اگوها وقت میشن همون شمع. خوبه، قشنگه، میتونه باشه، ولی اونجوری نیست که فکر کنید من الان تمام مدت با رو اگوهام کار کنم. نه، تمام مدت روی، مثلا وقتی یه ماشین شیک به شما حس خوبی میده، چرا سوارش نشید؟ اشکالی نداره. مهم اینه که ما یاد بگیریم خودمون رو با قلبمون متصل کنیم. آگاهی یعنی قضاوت نکردن، همون چیزی که قبل از اینکه بخونم بهتون گفتم. انسان ها رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنید. البته ممکنه آدم یه وقت یه نفر رو ببینه، تو چشماش نگاه کنه و حس بدی بهش دست میده. خب اونم یه چیز ظاهری فیزیکیه که ما میبینیم، اون یه چیز دیگه است. ولی اون موقع انرژی، همیشه نگاه کنید انرژی طرف به نظرتون چجوریه. اصلا چشماتون رو بعض وقتا ببندید، فقط گوش کنید، فقط گوش کنید، بعد ببینید چه حسی بهتون دست میده، بعد چشماتون رو باز کنید، چون واقعا ظاهری چیز سلیقه‌ایه. خلاصه وقتی که ما آگاه میشیم یعنی بیدار میشیم، یعنی تبدیل میشیم به آگاهی خالص. اون موقع است که اصلا حالمون بزرگ میشه. هرچی که ما بیشتر ناراحتی داشته باشیم، راجع به مسائل با ارتعاش پایین فکر کنیم و حرف بزنیم، این حال ما کوچیکتر و کوچیکتر میشه، جمع میشه، کج میشه. اینه که سعی کنید باز بشید. یه تمرینی هم که خوبه، بد نیست، برید یه جای وایسید که بلند باشه، یه جایی که میتونید فضای زیادی رو ببینید. فضای زیاد دیدن هم باعث میشه که باز میشید، نه که برید اون بالا به همسایتون فحش بدید
نه، برید نفس بکشید و شکرگزاری کنید. بله عزیزان، این هم از این. برای همتون روز فوق‌العاده خوبی آرزو میکنم. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.